بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستای گرامی، در دومین درس از کتاب الاربعین امام اجری رحمه الله هستیم. در درس قبلی 3 حدیث خواندیم و در این درس بعضی از احادیث رسول صلی الله علیه وسلم با شما میخوانیم ان شاء الله. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکنه: بنی الاسلام علی 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. اسلام بر 5 چیز بنا شده: شهادة أن لا إله إلا الله، گواهی دادن بر اینکه هیچ الهی نیست که مستحق عبادت باشه مگر الله سبحانه و تعالی. کلمه شهادت در این جمله به کار برده شده و در احادیث دیگری هم است که میگیم شهادت دادن بر لا اله الا الله. لیکن اکثر نمیدانند که معنای شهادت چی است و اکثر نیتو فکر میکنند که معنای شهادت بر لا اله الا الله یعنی گفتن این کلمه مبارک به زبان. در حقیقت این کافی نیست. کلمه شهادت در عربی به معنای گواهی دادن، یعنی در یک محکمه شهادت دادن. به طور مثال 2 نفر با هم اختلاف میکنن و 1 نفر در بینشان شاهد است. او را در محکمه میخواهند از او چیزی که علم داره، از او چیزی که دیده و میدانه بیان میکنه. و اگر شخص به همون چیز علم نداشته باشه نمیتونه گواهی بده و اگر از پیش خود چیزی را بگویه و این را گواهی دروغ میگن شهادتش قبول نمیشه. پس از این فهمیده میشه هر کسی که لا اله الا الله میگه باید علم بر لا اله الا الله داشته باشه. علم به این داشته باشه که الله سبحانه و تعالی خالق آسمان ها و زمین و تمام هستی است. الله متعال رزاق می باشه و کل امور به دست الله سبحانه و تعالی است. الله ذات غنی است و همه بندگان، همه مخلوقات فقیر و محتاج الله متعال هستند. الله سبحانه و تعالی عزیز است و ما ذلیل هستیم. و علم بری داشته باشه که مستحق عبادت فقط الله سبحانه و تعالی است و الله تعالی جن و انس که آفریده صرف به خاطر همین مقصد آفریده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای عبادت. عبادت چی کسی؟ عبادت الله سبحانه و تعالی. و کلمه عبادت هر آن فعل و یا سخنی را شامل میشه که الله سبحانه و تعالی دوست داشته باشه و رضایتش در او باشه. هر چیزی را که الله تعالی دوست داره و الله از او راضی میشه او عبادت گفته میشه، که او از سخن گفتن باشه یا از انجام دادن در جوارح بدن باشه، هر چیزی که باشه. الله تعالی میفرماید: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو نماز و قربانی ما و زندگی و مرگ ما برای الله پروردگار جهانیان می باشه. لا شریک له، الله تعالی هیچ شریک نداره، نه در آفرینش مخلوقات و نه در رزق دادنشان و نه در اداره کردن آنها و نه در عبادت کردن الله متعال. الله سبحانه و تعالی کسی را در عبادت با خود همتا قرار نداده. کسی حق نداره برای غیر الله نماز بخونه یا ذبح به غیر الله انجام بده یا نذر خود به غیر الله بکنه یا از غیر الله کمک بخواه و دعای غیر الله بکنه. هر عبادتی که باشه باید مختص الله متعال قرار بگیره. و تعریف عبادت بیان کردیم: هر آن فعل و یا سخنی که الله راضی شوه و دوست داشته باشه و رسول صلی الله علیه وسلم انجام داده باشن یا گفته باشن او عبادت گفته میشه. پس کسی که شهادت میده بر لا اله الا الله باید علم بر تمام اقسام توحید داشته باشه. باید بدانه و علم داشته باشه که الله سبحانه و تعالی اسما و صفاتی داره و هر صفتی را که الله تعالی یا رسول صلی الله علیه وسلم بیان کردن و بر الله نسبت داده شده بدون اینکه تعبیر و تعطیل بکنه و معنایش دیگه قسم تغییر بده، مثل که جهمیه و ماتریده کافرها و اشعریه کفار کردن، یا صفات الله تعالی را به یکی از مخلوقاتش تشبیه بده یا برش کیفیت ثابت کنه،
و همون شکلی که آمده به همون ایمان بیاره و او را علم داشته باشه و بر او بدانه. کسی که بر لا اله الا الله شهادت میده باید علم بر توحید الله داشته باشه و رب خود صحیح بشناسه. رب خود صحیح بشناسه، چون اگر رب خود صحیح نشناسه و ندانه که مستحق عبادت الله متعال است و ندانه که الله تعالی اسماء و صفات داره، این انسان رب خود نشناخته و لا اله الا الله از او قبول نمیشه و شهادتی هم که داده بر شهادتش بر دروغ میباشه و شهادت دروغ هرگز قبول نمیشه. اگر انسان نفهمه که عبادت چی است و حتما دچار شرک میشه. انسان اگر اقسام عبادت، معنای عبادت و انواع عبادت نفهمه حتما دچار کفر و شرک میشه. از او خاطر علم بر لا اله الا الله این فرض است و این واجبه است که الله متعال بر گوینده لا اله الا الله را قرار داده. بخش دیگر ای شهادت محمد رسول الله است. کسی که شهادت میده که محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده شده از سوی الله متعال به این سجن است، باید علم داشته باشه که الله را بر روش محمد صلی الله علیه وسلم عبادت بکنه. چه قسمی که رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی را عبادت کردن همون قسم عبادت بکنه. از پیش خود چیزی را نسازه و مشروع قرار نده که امر بدعت گفته میشه و از بدعت گذار الله تعالی هیچ عملی را ازش قبول نمیکنه و در روز قیامت از حوض رسول الله صلی الله علیه وسلم رانده میشن. حتی در حدیث کلمه مرتد بر اهل بدعت به کار برده شده و سلف و صالحین اهل بدعت را تکفیر میکردن. و کسی که شهادت میده بر لا اله الا الله محمد رسول الله باید بدانه سخن هیچ کسی مافوق سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. هر کسی که باشه وقتی سخنش برخلاف روش رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، برخلاف سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، سخنش رد میشه و کسی ایمان برده نمیتونه تا که حکم و فرمان رسول الله را قبول نکنه. الله تعالی میفرماید فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قسم بر رب تو ای محمد صلی الله علیه وسلم این مردم ایمان ندارن تا که تو را در بینشان حکم قرار ندن. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. سپس هر آن چیزی را که تو گفتی، هر آن چیزی را که تو فیصله کردی با جان و دل قبول کنن و هیچ مخالفتی حتی در دلشان از خود نشان ندن. و یسلموا انفسهم تسلیما و نفس خود کاملا تسلیم کنن، نفس خود کاملا تسلیم فرمان و دستور الله متعال و رسول صلی الله علیه وسلم بکنن. و در حقیقت معنای اسلام همی است تسلیم شدن بر تمام اوامر و نواهی الله متعال، تسلیم مطلق که هیچ مخالفتی از خود نشان نده، نه با زبان و نه در دل. بنای دومی که بعد از شهادتین در این حدیث بیان شده برپا داشتن نماز است. 5 وقت نمازی که الله سبحانه و تعالی در شب و روز بر بنده خود فرض کرده و نماز بعد از توحید الله متعال بزرگترین عبادتی است که الله تعالی به او تاکید نموده و عبادت نماز در شریعت همه پیامبران بوده و نماز عبادتی است که به ترکش شخص کافر میشه. به ترک هیچ فریضه انسان کافر نمیشه تا این کار نکنه مگر نماز و زکات که به ترک این 2 عمل انسان کافر میشه و تارک نماز ولو که یک وقت هم باشه کافر میشه. و در این مسئله بین صحابه و ائمه که از آنها پیروی کردن اجماع هست. عبدالله ابن عمرو از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکنه که یک روز از نماز یاد میکردن و رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هر کسی که بر نماز محافظت بکنه یعنی پایداری بر نماز بکنه در روز قیامت برش نور و دلیل و نجاتش از روز سخت قیامت میشه. و هر کسی که محافظت به نماز نکنه نه برش نوری است و نه دلیلی داره و نه در او روز سخت میتونه نجات پیدا بکنه و در او روز با قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف حشر میشه و با اونها یک جا میآید. یعنی این حدیث واضح و آشکار نشان میده کسی که نماز ترک میکنه و انسان کافر میشه. کسی که بر نماز محافظت نمیکنه، بر نماز خود پایداری نمیکنه در روز قیامت با سردمداران کفار، با طواغیتی که در روی زمین بودن با آنها حشر میشه. الله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله. امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله می فرماید لا نقول نحن كما يقول هؤلاء. ما نمیگیم مثل که مرجئه میگن. مرجئه میگفتن که به ترک نماز انسان کافر نمیشه.
من ترك الصلاة متعمدا من غیر علت حتی ادخل وقتا فی وقت فهو کافر. کسی که یک نماز قصدا بدون علت ترک میکنه که یک وقت میره وقت دیگه نماز میایه، مثال کسی نماز عصر ترک میکنه تا نماز مغرب میایه، عصر نخوانده، فهو کافر، این انسان کافر شدگی است. این انسان کافر شدگی است. و قصد نماز که در این حدیث بیان شده، کسی که ترک نماز قصدن ترک بکنه، این است که انسان در حالت خواب نباشه، انسان خواب نباشه و یا فراموش نشده باشه، بلکه در حالتی است که نه خواب است و نه در حالت فراموشی است، جور تیار می باشه، لیکن تنبلی میکنه و کسالت میکنه بر نماز خود نمیخونه، خود مصروف موبایل و تلویزیون و دیگه وسایل میکنه، مصروف امور دنیوی خود میکنه و نماز خود ترک میکنه، این انسان کافر میشه. و مسئله تکفیر کسی که نماز ترک میکنه بین صحابه و ائمه سلف اجماع هست. امام احمد بن حنبل میفرماید، از او سوال میشه در مورد کسی که نماز قصدن ترک کرده، میفرماید لا یکفر احد بذنب الا تارک الصلاة عمدا فان ترک صلاة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى یستتاب. میگه با ترک هیچ عمل انسان کافر نمیشه، با ارتکابش گناه انسان کافر نمیشه مگر ترک نماز، که اگر انسان یک نماز ترک میکنه تا وقت دیگه نماز میایه انسان کافر میشه. و در تکفیر کسی که نماز ترک میکنه بین صحابه و ائمه سلف اجماع هست. اگر روایت به یکی از ائمه سلف نسبت میشه که گویا در تکفیر تارک نماز اختلاف بوده، همه کذب و افترا میباشه. هر کسی که نقل کرده افترا بسته بر سلف. جز اهل رأی و امامشان ابو حنیفه، دیگر کسی از اهل سنت در این مسئله اختلاف نداشتند. و چون ابو حنیفه در مسئله ایمان عقیده ارجاء داره و عمل را شرط ایمان نمیدانه، از او خاطر احادیثی که بر کفر تارک نماز آمده را رد میکنه. فضیل ابن عیاض رحمه الله از ابو حنیفه و مذهبش نقل میکنه و قال اصحاب الرأی ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان افتراء على الله عز وجل وخلافا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أهل الردة. اهل رأی گفتن که امامشان ابو حنیفه است، نماز و زکات و چیزی از فرائض از شروط ایمان نیست. میگه ای قولشان افترا بستن بر الله متعال و مخالفت با قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. چون اگر حق به گپ اینها می بود، ابوبکر صدیق با مرتدین جنگ نمیکرد، چون مرتدین بعضی از آنها فقط زکات نمیدادن در حالی که نماز میخواندن، روزه میگرفتن و بر تمام احکام الهی ایمان داشتن و به الله ایمان داشتن، به رسولش ایمان داشتن، کافر جهد نکرده بودن، انکار نکرده بودن، لیکن از دادن زکات امتناع کردن، چون زکات هم قرین نماز است و در سومین بنای اسلام می باشه که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تارک زکات کافر می دانه، چون زکات در قرآن و حدیث هم قرین نماز آمده. چطور که به ترک یک نماز این قصدن انسان کافر میشه، همین قسم به ترک زکات هم کافر میشه. چهارمین بنایی که در این حدیث آمده روزه ماه رمضان است و پنجمین بنای آن حج کعبه مشرف است برای کسی که توانایی رفتن داشته باشه. به همین قدر شرح مختصر اکتفا میکنیم، چون اگر بخوایم کلمه به کلمه حدیث شرح بتیم وقت زیاد را میگیره. انشاءالله سعی میکنیم این مسائل با شرح بیشتر در کتاب و سنه امام عبدالله فرزند امام احمد رحمت الله علیهما بیان بکنیم انشاءالله. الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق بده و هدایت نصیب بکنه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.